صل على سيدنا محمد وعلى والله أنفسكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیروز به مناسبت بحث قاعده لطف کلام رسیده بود به یک مسئله که آیا فتاوایی که مراجع میدهند همه اینها مصاب است، یعنی مطابق با واقع هست یا نه احتمال خطا هم داده می شود. به همین مناسبت بحثی رو ما امروز میخوایم به عنوان تکمله این بحث قاعده لطف باشه، بحث تصویب و تخطئه رو بیان میکنیم. دیروز ما بزرگواری سوالی فرمود که شخصی که خطاب بکند دیگه پاداش ندارد، معزوله. ما به خاطر اینکه احترام به فرمایش ایشون بگذاریم این بحث رو امروز مفصل با هم سخن میگوییم. اولین بحثی که داریم پشتوانه روایی این بحثه که آیا مجتهدی که در استنباط خطا کرده است پاداش دارد یا خیر. در مجامع روایی شیعه ما روایتی نداریم، اما در مجامع روایی اهل سنت چندین روایت از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه داریم، مبنی بر این که للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد. به تعبیر بزرگان ما این جمله استیاد از روایاته، یعنی صید شده از روایات. از مضامین این روایات عنوانی رو استخراج کردن. بله؟ چی؟ للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد. چند تا روایت عرض بکنیم. اولین روایت رو در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 157 و صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1342 روایت از پیغمبر اکرم چنین آمده است: قال صلی الله علیه و آله من اجتهد فاصاب فله اجران و من اخطأ
فله اجر واحد. مرحوم صاحب معالم الاصول رضوان الله تعالی علیه در صفحه 236 فرموده است تمام علمای شیعه هم این مطلب را پذیرفتند که للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد. فعلا ما داریم حدیث رو میخوام بیان کنیم. این حدیث دوم باز از پیغمبر اکرم است. فرمود اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حکم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد. کنز العمال حدیث 14597. حدیث سوم پیامبر اکرم به شخصی به نام عقبة ابن عامر یا عقبة ابن عامر که ایشون میگوید که کنت عند النبی، من محضر رسول خدا بودم، فجاءه خصمان، دو نفر که با هم نزاع داشتن محضر پیامبر اومدن. فقال صلی الله علیه و آله لی، پیامبر رو کرد به من عقبة ابن عامر، فقال لی اقض بینهما، اقض بینهما. قلت علی ماذا یا رسول الله، علی ماذا یا رسول الله، بر چه مبنایی من قضاوت کنم، چگونه قضاوت کنم؟ قال صلی الله علیه و آله اجتهد فان اصبت بصاد، همزه بصاد اصاب، فان اصبت فلک عشرة حسنات و ان اخطأت فلک حسنة. کنز العمال حدیث 14428. خب با حال چندین روایت به این مضمون داریم که اجتهاد بکنید، اگر این اجتهاد شما مطابق با واقع بود 2 تا اجر دارید، اگر نبود اجر واحد دارید. مطلب دوم که میخوام عرض بکنیم، استاد ما چرا مثلا عرض بکنیم. خب تو منابع روایی ما نیومد، الان خیلی از روایات ما داریم اونا ندارن.
دقت فرمودید؟ مطلب به این مهم باید تو روایت از ما بکنم کوتاهی شده یا این رواتی که از ما داشتیم خدمت ارز کنم به دستشون نرسیده. الان خیلی روایات اونها دارن ما نداریم، ما داریم اونها نداریم. حالا میخوام بحث میکنیم که پشتوانه این روایت چیه. یعنی حتی اگر ما این روایت رو هم نمی داشتیم، آیا این حرف درسته که بزرگان ما میگن للمصیبه اجران فللمخطئ اجران واحد؟ خب این روایات. بحث دوم تعریف تصویب و تخطئه است. للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد. تصویب در لغت به معنای واقعیت دانستن گفتار یا رفتار کسی است. بله؟ مصدر باب تفعیل دیگه. سبب یا سبب تصویب. پس تصویب اینه که شما میگید حرف فلانی درسته، یعنی مطابق با واقع است. کار فلانی درسته، یعنی اشکالی نداره. و در اصطلاح به معنای دستیابی به حکم الله واقعی و اصابت فتوای فقیه به حکم الله واقعی است. درست شد؟ از تصویب یعنی چی در اصطلاح؟ یعنی مجتهد زحمت کشید، از ادله حکم شرعی رو استنباط کرد، استخراج کرد، اتفاقا این حکمی که این فقیه داده مطابق با حکم الله واقعی می باشد. درست شد؟ اصلا ثواب یعنی حق با صاد، با ف یعنی پاداش. ثواب با صاد یعنی حق مطابق با حقیقت بودن. این معنای تصویب. اما تخطئه به معنای نسبت دادن خطاب کسی، نسبت دادن خطاب اشتباه به کسی. میگه فلانی حرفی زد من تخطئه‌اش کردم. گفت حرف شما چیه؟ اشتباهه، نادرسته. این معنای لغوی. و در اصطلاح به معنای به خطا رفتن مجتهد در دستیابی به حکم الله واقعی و عدم اصابت فتوای او با واقع و عدم اصابت فتوای او به حکم الله واقعی. پس تصویب اینه که فتوای مجتهد مطابق با واقع هست، تخطئه این است که مطابق با واقع نیست. این مطلب دوم. اما مطلب سوم در رابطه با تاریخچه این بحثه. بحث تخطئه و تصویب ماهیتاً
یک بحث کلامی است. چرا آقای منظور؟ چون میگیم کسی که کارش مطابق با واقع شده پاداش دارد یا پاداش ندارد. کسی که خطا کرده عقاب دارد یا عقاب ندارد. پس چی میشه؟ بحث کلامی. ولی بعدها سبقه و رنگ اصولی و فقهی به خودش گرفته است. مطلب چهارم، مقصود از تصویب از نگاه علمای اسلام. خب تصویب رو گفتیم دیگه که فتوا مطابق با واقع باشه. سه نوع تصویب وجود دارد. یک، تصویب اشعری. دو، تصویب معتزلی. سه، تصویب امامیه. اینه که من دیروز عرض کردم بحث یادم شروع میکنه، تمام جوانب بحث رو باید نگاه بکند. خب ما میگیم سلام علیکم استاد، خسته نباشید. سلام علیکم. استاد این روایت که فرمودی مربوط به قاضی هست، یعنی حاکم، ربطی به مجتهد نداره. مطلب ثانیاً استاد یک روایتی از ابوبصیر وجود داره که ابوبصیر فرمودن اگر ما یک حکمی نفهمیدیم آیا میتونیم از کتاب و سنت استدلال بکنیم و حکم را استفاده بکنیم؟ ابوبصیر بعد امام صادق فرمودن نه، به خاطر اینکه اگر مطابق با واقع شد ثواب نداره، اگر خطا کردی عقاب میشه. بله اونم من دیدم. اون در روایات داریم که میگه اگر خطا رفته یعنی اجتهادش از روی اصول نباشد. دقت کردید؟ بابا سنت گفتن دیگه استاد. از میکنم میگه اگر از روی کتاب سنت ما نتونیم انجام بدیم یعنی اجتهاد شخصی انجام بدیم. اون روایت منم دیدم، میام توضیح میدم. فرمودی اون روایت اولی که خوندیم فرمود من اجتهد فاصاب فله اجران و من اخطأ فله اجر واحد. این در رابطه اجتهاد قضاوت که نیست. روایت دیگه هم داشت دیگه استاد. عرض میکنم اون روایت دیگه در باب خدمت قضاوت بود، یعنی قاضی هم در حکم قضاوت میخواد چه کنه؟ اجتهاد بکنه. پس روایت اولی ببین آقا جون گوش بده، همون روایت اولی که خوندیم من اجتهده شامل بحث ما هم میشه. خب پس ما در باب اینکه آیا مجتهد فتواش مطابق میشه یا مطابق نمیشه، که اگه مطابق شه تصویب. مل مراد من التصویب، مقصود از تصویب چیه؟ عنایت کردیم یک تصویب اشعری داریم، یک تصویب اعتزالی داریم، یک تصویب حضرات امامیه میگن. تصویب معتزلی مذهب اشعری یعنی کسانی که طرفدار جناب آقای ابوالحسن اشعری هستند، به این معناست که در لوح محفوظ و عند الله حکمی وجود ندارد. حکم الله واقعی همان است که مجتهد به آن فتوا می‌دهد. بله؟ یعنی هر فتوایی که هر مجتهد میدهد این میشه حکم الله واقعی. به این معنا که
رأی و استنباط مجتهد هیچگاه به خطا نمی رود، زیرا خداوند برای هر واقعی به تعداد آرای مجتهدان حکم دارد. خب ادامه بفرمایید. این تصویب یعنی کل رأی و استنباطی که هر مجتهد میده مطابق واقع میشه. یعنی چه؟ یعنی میشه حکم الله واقعی. فرضاً 4 تا مجتهد بودن، 4 تا فتوای مختلف دادن، یعنی ما 4 تا حکم الله واقعی داریم. من توی نوشته‌ام نوشتم مثلا آیا نماز جمعه، بله، آیا نماز جمعه واجب یا حرامه؟ یک مجتهد نظرش شد که واجبه، واجب عینی. یکی گفت نه، واجب تخییریه، واجب تخییری بین جمعه و ظهر. یکی گفت مستحبه، چهارمی گفت نه حرامه. همه اینا چیه؟ حکم الله واقعی هستند. چرا؟ چون ما در لوح محفوظ قبل از نظر مجتهد با حکمی نداریم. دقت کردید؟ پس تصویب یعنی چی؟ یعنی هر نظری که هر مجتهدی میدهد اون میشه حکم الله واقعی. الان ما در صدد نقد نظرات نیستیم، فقط میخوام بگیم منظور از تصویبی که دیگران میگن چیه؟ جهت آگاهیه. الان همینجا شما تو ذهنتون بیاد آیا این اجتماع نقیضه نمیشه؟ بله؟ مثلا یک فقیه بگه فلان عمل واجبه، فقیه دیگه بگه عمل واجب نیست، حرامه. هر دوتا رو بگیم حکم الله واقعی. آیا این جمع بین نقیضه نیست؟ دقت کردید؟ اینا خدمت در صدد نقد نیستیم، فعلا داریم تصویبی که اینها میگن یعنی چی. اما تصویب معتزله، تصویب معتزله به این معناست که در لوح محفوظ حکم وجود دارد قبل از استنباط فقیه. پس اینجا الان با نظر اشعری تفاوت پیدا کرده. اونا میگن که قبل از فتوا حکم نیست، این آیه میگن حکم هست. درست شد؟ اگر فتاوای مجتهدین مطابق با اون حکم باشد فنعم المطلوب. درست شد؟ حکم الله واقعی که قبل از استنباط بود واجب بوده، این فقیه هم اجتهاد کرده که این عمل واجبه. پس این الان خدمتتون استنباطش مطابق با حکم الله واقعی. به تعبیر ما میگه آب از آب تکون نمیخوره. خدا هم گفت واجب در لوح محفوظ، فقیه هم بهش رسید. اما اگر استنباط فقیه و حکمی که استنباط نمود مطابق با واقع
مطابق با حکم الله واقعی نباشد در این صورت این حکمی که مجتهد استنباط کرده است می شود حکم الله واقعی و جای اون حکم قبلی را خواهد گرفت و مصلحتی به اندازه مصلحت اون حکم قبلی یا بیشتر خواهد داشت. منظور این تصویر چیه؟ تبدیله. دقت کردید؟ تغییره. از معتزله انشاءالله تصویر امامی میگیم یه قدری با ما نزدیکن. دقت کردید؟ اینا میگه نه، قبل از اجتهاد مجتهد حکمی در لوح محفوظ وجود دارد. بله؟ پس تصویب به عقیده معتزله یعنی چی؟ یعنی اون چی که مجتهد بهش رسیده اگر مخالف با واقع باشد اون حکم تبدیل می شود به این حکم جدید. بعد میگه مصلحت چی در متعلق حکم باشه؟ میگه در این حکم جدید مصلحتی است یا به اندازه یا مصلحت حکم قبلی یا بیشتر. درست شد؟ این هم تصویب خدمتتون عرض کنم که معتزله. بازم دارم عرض میکنیم فعلا ما نقل قول داریم میخوایم بکنیم، میخوایم برسیم به مذهب خودمون و دوستان. اما تصویب امامیه معتقد است حکم الله واقعی در لوح محفوظ قبل از اجتهاد مجتهد وجود دارد و آن هم یک حکم بیشتر نیست و قابل تغییر و تبدیل هم نمی باشد. حالا شما حدیثی بیارین که میگه حلال محمد حلال الی یوم قیامه و حرامه حرام الی یوم قیامه. ادامه بدید. پس خود تصویب چی شده؟ حال اگر فتوای مجتهدی مطابق با اون حکم الله واقعی باشد فتوایش به صواب رفته است. صواب با صاد. فتوایش به صواب رفته است. پس تصویب در عقیده امامیه یعنی درست در آمدن فتوای مجتهد بفرمایید با حکم الله واقعی می باشد. درست شده؟ میگیم فتواهایی که ما میدیم احتمال میدیم که مطابق با حکم الله واقعی باشد. اما آیا قبل از فتوای مجتهد در لوح محفوظ حکمی داریم یا نداریم؟ میگیم داریم. پس خط ما با دیدگاه اشعری عوض شده که میگن نه، حکم الله واقعی احداث میشه با فتوای مجتهد. پس تا اینجا با اشعری نظر متفاوت شد، ولی با معتزله هنوز هستیم که اونا میگفتن در لوح محفوظ حکم است. درست شد؟ حالا اگر این فتوای فقیه مطابق با اون حکم الله نشد، اون حکم الله تغییر پیدا میکند؟ نه. اون حکم الله سر جای خودش باقی هست. بله، اگر فتوای فقیه مطابق با اون حکم الله واقعی باشه، ما اینجا میگیم تصویب. تصویب یعنی چی؟ یعنی این فتوا راه صواب را رفته، درست را رفته، مطابق با واقعی باشه. ادامه بدیم.
ولی به عقیده امامیه احتمال خطا در فتوای مجتهد وجود دارد. لذا امامیه معروف شدن به تخطئه، مخطئه. یک تذکر داخل پرانتز میگم، یادداشت کنید، خیلی به دردتون میخوره. اختلاف فقهای اسلام، فقهای اسلام میگیم آقای حمیدی اعم و شیعه و سنی، در مسئله تصویب و تخطئه مربوط می شود به احکام فقهیه که با هم اختلاف دارند. بله؟ اما در مسائل کلامی و اعتقادی همه معتقدند بر این که نمیتواند بیش از یک نظر به یک حکم باشد. درست شده؟ همه اعتقاد دارن که در مسائل اعتقادی یک نگاه میتواند درست باشد، نه همه نگاه ها. درست شد؟ پس تو مسائل کلامی، تو مسائل فقهی الان گفتیم که طبق نظر اشعری گفت به تعداد نظرات فقها ما حکم الله واقعی داریم. اما تو مسائل اعتقادی میتونیم بگیم نه. تو مسائل اعتقادی میگیم یک سخن میتونه درست باشه، بقیه سخنها نادرسته. مثال بزنیم روشن میشه. زیرا قول به تصویب به این معنا که همه دیدگاه‌های اعتقادی در یک مسئله درست است، سر از اجتماع ضدین یا نقیضین برمی‌داره. درست شد؟ ببین آیا مثال میزنیم که صفات الهی عین ذات خداست یا زائد بر ذات؟ اینجا شما نمیتونید بگید هم میتونه عین ذات باشه هم میتونه تقریبا بالاخره چی؟ و که میشه اجتماع عالم در رابطه که عالم قدیم زمانی است یا حادث زمانی است. عالم مخلوق خداست دیگه. قدیم زمانی است یا حادث زمانی است. میگیم دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه میگه قدیمه، یه دیدگاه میگه حادثه. هر دو درسته. خب بگیم هر دو درست باشه نمیشه. وقتی قدیم باشد یعنی خدمت حادث نیست. اگه حادث زمانی است دیگه قدیم زمانی نمی باشد. دقت فرمودید؟ پس این اختلافی که داریم در رابطه با تصویب و تخطئه مربوط به فروع دینه. در اصول دین فقط یک نظر باید درست باشد، بقیه نظرها نمیتونه درست باشد. ارائه کردیم؟ چون تو مسائل اعتقادی یک چیز بیشتر نیست. اینم یک مطلب چندم میشه؟ مطلب پنجم
دیدگاه علماء شیعه در رابطه با این مسئله، کدوم مسئله؟ تصویب و تخطئه. گفتیم علمای ما دیدگاه تفصیلی دارن، میگن احتمال داره فتوای مجتهد مطابق با واقع باشد، احتمال هم داره که مطابق با واقع نباشد. لذا اگر مطابق با واقع بهش میگیم مصیب، للمصیبه اجران. اگر نباشه مخطئ فله اجر واحد. خدمت با شهادت عرض کنیم که من اول برخی از کلمات علما رو بگیم، اون وقت توجیه دلیل مسئله رو بگیم. چرا مصیب اجران اما مخطئ اجر واحد داره؟ مرحوم جمال الدین حسن عاملی، همون صاحب معالم، در صفحه 242 چنین می‌فرماد: اگر مجتهدی به وظیفه خود عمل کند، بزرگواری که پرسید گفتیم میرسیم اینجاست. اگر مجتهدی به وظیفه خود عمل کند و از طریق ادله شرعیه، آیا همیدی ادله شرعی چی بود؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. و از طریق ادله شرعیه نهایت تلاش خود را کرد، ولی به واقع نرسید. واسه تقییان چی؟ یعنی فتواش مطابق با واقع در نیومد. این عبارت از ایشون بفرستید: لا اثم علی، لا اثم علی. دقت کردین؟ مؤاخذه نمیشه، منظوره. لا اثم علیه حین اذن قطعا به غیر خلاف یعبأ به. یعنی در میان علمای شیعه اختلافی که ما بهش توجه کنیم وجود نداره. یعنی مسئله بفرمایید اجماعی می باشد. ارائه فرمودید مسئله اجماعی می باشد. یه تذکر محکم یادداشت بفرمایید. کدام اجتهاد است که اگر مجتهد فتوایش به خطا رفته باشد عذر آور است و علاوه بر او دارای پاداش هم می باشد. و کدام خطا در اجتهاد است نه مؤثر است و نه ثواب دارد. رسیدیم به اون بزنگای بس. بله؟ ما گفتیم اگر خطا بکنه معذوره. آیا هر خطای عذرآوره یا خیر؟ اینجا از اون بحثای کلیدیه که من یه وقتی که بحث میشد که گاهی اوقات نشست‌های علمی داشته باشن، یکی از نشست‌های علمی که خیلی قابل توجهه همین بحثه: آیا هر خطایی مؤثر است یا هر خطایی مؤثر نیست؟ دقت فرمودید؟
پاسخ: هرگاه اجتهاد از مسیر درست و استنباط حکم شرعی از طریق معتبر باشد و هیچ کوتاهی از طرف فقیه صادر نشده باشد، چنین فتوایی اگر مخالف با واقع درآید هم مؤثر است، ایشان بگو، هم موجب پاداش هست. بله؟ یعنی به خاطر مخالفت عقابش نمیکنه، معذوره. چرا؟ چون ایشون نه مؤثر بودن، چون ایشون طبق مسیری که شارع معین کرد ورود پیدا کرد. شارع گفت استنباط حکم شرعی از چه کانال انجام بده؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. ایشون رو میگه من از همین راه رفتم. منتهای مراتب تو تشخیص جا کرده اشتباه کرده. حالا گهگاهی میگن که چرا 3 تا 4 تا مرجع دارای 2-3 تا فتوای مختلف هستند؟ این اختلاف فتوا به خاطر اختلاف برداشته. دقت کردید؟ اختلاف برداشته. مثلا یک شما میپیشه مریضی میگه آقا سرم درد میکنه، دارم از درد میمیرم. یه دکتر برداشت میکنه علت سردرد شما این چه خون نمیرسه، غلظت خون داریم. دقت کردید؟ یه دارو بهت میده. یکی میگه نه علت این سردرد شما فشارتون بالاست، چربیتون چیه؟ بالاست. سومی یه چیز دیگری میگه. ببین همه دارن مسیر خودشون دارن میرن، همون تخصصی که دارن. منتها یکی تو برداشت صحیح در میاد، اما بقیه خدمت تو برداشت درستی نمیکنه. حالا اون که برداشتش نادرست نیامد، بله اون معذوره. میگه آقا من بر اساس تخصصی که داشتم و روشی که جلوی من بوده من طبق طریق خودم رفتم، اما به نتیجه نرسیدم. دقت کردید؟ پس کدام خطاب معذریت میاره؟ بر اساس اصول. بر اساس اصول باشه. اصول تعریف شده، اصولی که بفرمایید که حجت است. من بر اساس این آیه رفتم، یکی میگه نه من بر اساس روایت رفتم، دیگری میگه من بر اساس عقل رفتم، چون میگه من بر اساس اجماع رفتم. پس در چارچوب حرکت کرده. چون در چارچوب حرکت کرد، اگر به نتیجه نرسد بفرمایید این برای مخالفت عقابش نمی کنیم. لذا از این جهت میگیم که این خطاب معذریت میاره. درست شد؟ تا اینجا که اون معذریت حل شد. اما ثواب چرا؟ دقت کردید؟ این ثواب برای چیه؟ حالا برای ثواب هم یادداشت بفرمایید که انشاءالله این مسئله حل میشه. اما وجود ثواب واحد چی شد؟ یک صدا بیاد استاد. صدا از اون طرف مجازی ها میاد، ما اینجا صدایی نداریم. خب اما ثواب برای چیه؟ دقت بفرمایید. ثواب برای چیه؟ یک، انجام وظیفه. خدای متعال به تلاش و اجتهاد مجتهد
پاداش میدهد، زیرا او تمام توان خود را به کار بسته است. درست شد؟ یعنی از نظر تلاش به اندازه همون مجتهدی که فتواش با واقع در آمد، او همون اندازه تلاش کرده است. درست شد؟ مگر نمیگیم برای مصیب 2 تا اجره؟ اون 2 تا اجر برای چیه؟ یک اجر به خاطر اون مطابقت با واقع است. اجر دومش برای چیه؟ زحمتی که کشیده. درست؟ آیا این که فتواش به خطا رفته زحمت کشید یا نکشید؟ کشید. پس همان خدایی که برای مجتهد مصیب به خاطر زحمتش ثواب میدهد، به این آقایی که فتواش به خطا رفتن ثواب میده. این ثواب به خاطر چیه؟ انجام وظیفه. درست شد؟ پس سوال میکنیم آیا مصیب انجام وظیفه کرد یا نکرد؟ کرد. خدا بهش ثواب میده یا نمیده؟ آیا مخطئ چطور انجام وظیفه کرد یا نکرد؟ طبق وظیفهش عمل کرده. عرض کردیم اجتهادش تو مسیر درست بوده، منتها تو تشخیصش درست نبوده. پس اگر میگیم للمخطئ اجرون، تو این اجر با اون مصیب شریکه. یعنی همانطوری که مصیب به خاطر زحمت بهش ثواب میدیم، اگر به مخطئ ندیم جای سواله. میگه همون زحمتی که ایشون کشید منم بفرمایید کشیدم. الان بفرمایید این مثال الان یادم اومد، چیزای ورزشی که انجام میدن، دقت کردید؟ 2 میدانی که انجام میدن، یکی میشه نفر اول، دوم، سوم، یک تشویق پایه است، یعنی به همه میدن. اما اونی که زودتر از همه رسید یه مقدار بیشتر میدن. دقت فرمودید؟ میگید بالاخره همشون چیکار کردن؟ تلاش کردن. پس اگر برای مخطئ ثواب میدن به خاطر انجام تلاششه. نکته دیگر، ثواب به خاطر عدم تکلیف محال نیست، بلکه به خاطر تکلیف ممکن است. آقای فیاضی لبخندی میزنه میگه عبارت خودم نفهمیدم یعنی چی. دقت کردید؟ توضیح مطلب یادداشت بفرمایید. شارع مقدس از مجتهد خواسته است با تمام توان از مسیر درست به دنبال کشف حکم الله واقعی برو. و او هم چنین کرد ولی به واقع نرسید. اما به واقع نرسیدن به معنای انجام ندادن وظیفه نیست. خب تعبیر قشنگ ها. به واقع نرسیدن به معنای انجام ندادن وظیفه نیست. او به وظیفه خود عمل کرده است. اما به واقع رسیدن و نرسیدن در اختیار مجتهد نیست. بله؟ اگر خدا متعال بگه من نمیدونم، شارع از هر طریقی باید حکم الله واقعی رو
به دست میشه تکلیف به مالا یطاق. درست شد؟ خدا از ما تکلیف به مال و یطاق نمیخواد. میگه تو به اندازه وسع و توانت یک از مسیر درست برو، انشاءالله به حکم الله باقی میرسید. اگر رسید فنعم المطلوب، اما اگر نرسید این دیگه مقصر نیست. میگه اون چه که وظیفه من بوده است من به وظیفه خودم عمل کردم. پس دقت کنید در نقطه دو نقطه گفتیم کسی که فتوایش مطابق با واقع نشد چون از راهش وارد شد این خطاب مؤثره، یعنی فقیر رو عقاب نمی کنه. درست شد؟ از آن طرف ایشون طبق دستور شارع عمل کرد، راهی که شارع نشون داد حرکت کرده. درست شد؟ میگه شارع من به وظیفه خودم چه کردم؟ عمل کردم. شارع میگه نه برای یک مطلبی یک ماه زحمت کشیدی من هیچی بهت نمیدم چون به نتیجه نرسیدی. میگه آقا رسیدن به نتیجه یا عدم نتیجه دست من نیست. من تشخیصم این بود، آقا تشخیصم اشتباه در آورده. پس للمصیب اجرون، یک اجر به خاطر تطبیق فتوا با واقع است، اون جایزه مخصوص. یه اجر به خاطر زحمتی کشیده. ما میخوام بگیم همون علتی که بگن برای تو مسیر حرکت کردن به وظیفه عمل کردن مصیب باید به مصیب اجر بدیم، به همون علت برای عمل به وظیفه برای مخطئ هم باید اجر داده بشه. دقت کردید؟ للمصیبه اجران فللمخطئ اجران واحد. حتی اون روایت ببینید تو منابع اهل سنت هم باشه، اما این مسئله منطقیه، یعنی پشتوانه چی داره؟ عقلی داره، استدلالی داره، حتی نقلی داره. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب این بنده همه زحمت کشیده در راه خدا هیچ پاداشی بهش نده. روشن شد؟ پس بنابراین خلاصه کنیم بحث رو. ما اینجا بحث تصویب و اختراعات رو پیش گرفتیم. گفتیم تصویب بر سه مبناست: تصویب اشعری، تصویب معتزلی، تصویب امامیه. تصویب رو میگه نمیگه حتما مطابق واقع، میگه احتمال داره مطابق با واقع باشد، احتمال داره مطابق با واقع نباشد. لذا ما شیعه ها رو میگن مخطئ. البته برخی از علمای متأخر اهل سنت هم قائل به تخطئه شدن. این خیلی سوالی که شیخ بزرگوارمون یا سید بزرگوارمون که دیروز کرده و ما رو هم وادار کرده که بریم دنبال بحث. انشاءالله این بحث هم برای دوستان مفید باشه. بحث التصویب و بعد تخطئه. اگر خدا عمری بده برای جلسه بعدی دوشنبه هفته آینده آقایون گفتن که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیله، انشاءالله روز سه‌شنبه بحث قاعده لطف را هم پرونده‌اش رو خواهیم بست. و صلی الله علیه و بله کلاس چهارشنبه که کار گذاشتیم